خربزه، عسل، واقعا مرگ؟ خب خیلی شنیدیم که عسل و خربزه باعث مرگ میشه، باعث اتفاقات خیلی بدی میشه و یه جورایی مثل خیلی از باورها این توی ذهنمون از بچگی بوده. یعنی یه جوری ما رو ترسوندن از اینا که اگه خود خربزه و عسل ما رو نکشه، فکر کنم اون استرس و اون ترسی که توی ذهنمون ایجاد کردم، مثل این که میگن آقا بچه رو میخوان آروم کنن، بهش میگن اگه آروم نباشی الان لولو خورخوره میاد میخوردت. این داستانهای عسل و خربزه هم باید ببینیم داستانش چیه که انقدر ترس و انقدر خطرناک عنوان شده توی جامعه. بریم با هم با چت جی پی تی. خب بریم با هم ببینیم چت جی پی تی چی بهمون میگه. اینجا سوال از قبل آماده کردیم برای اینکه ویدیومون الکی طولانی نشه. سوالمون اینه: آقای چت جی پی تی، آیا باور مردم درباره خوردن خربزه و عسل با هم مرگبار است؟ درست است یا غلط؟ به ترتیب بمون تاریخچه‌شو بگو، دلیل علمیشو بگو، واقعیت و نتیجه گیری. ببینیم چی میگه به ما. خب داره توضیحاتش رو میده. ببینیم باور کجا میاد واقعا. بعضی از این موارد مثل این چنینی داستانای خیلی جالب، بعضی داستاناش واقعا قابل توجه است، بعضیش خنده داره، بعضیش به هر صورت جالبه. خب اینجا داره به ما میگه که باورهای عامیانه در بسیاری از فرهنگ‌ها به ترکیب‌های خاصی از مواد غذایی به عنوان مرگبار یا مضر اشاره دارند. در ایران یکی از این باورها مربوط به مصرف همزمان خربزه و عسل است. این باور از دیرباز در بین مردم رایج بوده و برخی معتقدند که خوردن این دو ماده غذایی با هم میتواند به مرگ یا مشکلات جدی برای سلامت منجر شود. خب دلیل علمی: از نظر علمی هیچ دلیل یا تحقیق معتبری که نشان دهد ترکیب خربزه و عسل به تنهایی باعث مرگ یا مشکلات جدی برای سلامت می شود وجود ندارد. خربزه و عسل هر دو از مواد غذایی سالم و مغذی هستند. خربزه حاوی مقدار زیادی آب، ویتامین و مواد معدنی است و عسل نیز به عنوان یک شیرین کننده طبیعی با خواص ضد باکتری و ضد التهابی شناخته می شود. با این حال برخی افراد ممکن است به خربزه، عسل یا هر دوی آنها حساسیت داشته باشند که در این صورت مصرف این مواد غذایی می تواند به مشکلات گوارشی یا حساسیت‌های جدی منجر شود. همچنین افراد دارای مشکلات گوارشی نظیر رفلاکس معده هم ممکن است بعد از مصرف این دو ماده با هم دچار ناراحتی شوند. اما این مسئله به عنوان یک قاعده عمومی برای همه صدق نمی کند. اما واقعیت این است که هیچ مدرک علمی معتبری که ترکیب خربزه و عسل را به عنوان یک خطر مرگبار معرفی کند وجود ندارد. این باور بیشتر از طریق فرهنگ عامه و بدون پشتوانه علمی به وجود آمده است. اما نتیجه گیری: باور عمومی در مورد مرگبار بودن مصرف خربزه و عسل با هم نادرست است. از نظر علمی این دو ماده غذایی در صورت عدم وجود حساسیت یا مشکلات گوارشی خاص می تواند به طور همزمان مصرف شوند بدون اینکه به سلامت فرد آسیبی وارد کنند. این باور به احتمال زیاد ریشه در فرهنگ‌های محلی دارد و نباید به عنوان یک حقیقت علمی پذیرفته شود. خب دوستان، اینم از داستان عسل و خربزه و دیدیم که واقعیت علمی مرگبار بودنش. ببین این موضوع مهمه، ما بحثمون مرگبار بودنشه. شاید که قطعا البته، چون به هر صورت ترکیب بعضی از مواد میتونه مثلا هضم رو سخت کنه، میتونه به قول معروف باعث یه سری ناراحتی ها بشه، اما اینکه در حد مرگ باشه واقعا چنین چیزی پشتوانه علمی نداره و داستان همون لولو خورخوره است که بچگی به اون میگفتن اگه شلوغی کنی میدم لولو خورخوره. پس داستان اینه. امیدوارم که این باور و این
داستانی که در مورد خربزه و عسل هست بحث علمیش مشخص شده باشه و اینکه شاد باشین و سلامت. منتظر ویدیو بعدی باشین.